سلام بچه های عزیز، من نریمان هکفان هستم. امروز اومدیم با بازی پیتزا. البته شما بگین این بازی چیه؟ حالا بازی این پیتزا اینطوری که یه آقا پیتزایی میاد دوستامونو میدازه اینا و بازی نقشه هم داره. فقط لایک و سابسکرایب کنی چون زحمت میکشم. ممنونم که لایک و ساب کردین. بزن بریم. و بچه بازی نقشه داره راستی. الان همطور که مشاهده میکنین الان واسهتون میارم. بفرمایید اینم نقشه بازی که باید طبق این نقشه دوستمون آزاد کنین. عین بازی جیغ یخی کلا، اصلا انگار جیغ یخی. و بزن بریم. خب بچه بازی خیلی آسون نیست اصلا. اینجا باید از این در خونمون بیرون بشیم. اینجا هم بسته چون همونه. بذار بریم این ور که نمیتونیم بریم و دارم این ور میشه رفت. این همون هتل است که واسهتون نشون دادم چه نقشه. خب اینجا کلا هیچ کی نیست. خب اینجا ما رو میبره قبرستون، اینجا ما رو میبره هتل. یه لحظه برم قبرستون. ولی این پیتزا هست. این آقای پیتزا. بریم هتل. کسی اونجاست بچه ها؟ حس خوبی بچه ها بهم دست نمیده بچه ها. یارو منو ببینه کلم سرویسه. حس خوبی بچه ها بهم دست نمیدن و وقتی کریتیو باشم حالم خوبه بچه ها. و بریم خونه. نه بنظرم بریم قبرستون. شجاعت داره. اوه به نام خدا بریم. بچه این بنده خدا از مپ زده بیرون. خب بذار فعلا معماها رو انجام بدیم. بچه معماهاشو اینجا میدونم باید چیکار بکنیم، ولی بذار بعدم این اینم وین از اینا هست. اسمش چیه؟ ولی خب کلا فاصله نداریم. ولی یه فکتی بهتون بگم چرا باید یه قبرستون اینجا باشه، یه چند متر بری جلو خونه است، یه چند بری اونور یه هتل. چرا یا خونه و قبرستون و هتل کنار هم باید؟ خب چه ببخشید حداقل یکم تقلب کردم و اینجا هم یه چند تا جایه که باید بریم اونجا و یه کار بکنیم. ای بند خدا. واقعا بازی جالبیه، هیجانم داره واقعا. اینجا ماهی هم داری، یه دونه فواره است. حالا توی ویدیو نیست. بچه ها آمادم برم کارو در بیارم. اینجا افتادی. خب این بنده خدا افتاده اینجا به منه. حالا خیلی بدبختم. این منتظر من بیا منو بید. نظرتون من میتونم بچه لایک کنیم حداقل بتونم برم. بسم الله بریم. سرعت هم کم شد از اینجا. حالا بچه ها بازی هست. خب میتونیم یه تله داره بازی. حالا فعلا نمیتونم بیارم طبق قوانین بازی. آها این خوبه. این کلیده برای هتله. چون تای خیلی حس خوبی بهم نمیده. میدونید چرا؟
خیلی حس خوبی ندارم و کلید هتل ایناست. وای بچه استرس دارم شدید. ولی خب بازی یه تله هست که حداقل خب میتونم تا 30 ثانیه میتونم تا 30 ثانیه اینو شروع کنم. وایسین یه لحظه. خب مخاطب گرامی اینجا میتونیم اینا بذاریم، میتونیم اتاقای هتل باز کنیم، بعد دنبال یه بیلی بکنیم. خب بعد توی بریم قبرستون یه قبری رو بکنیم. اینجا باید باشه، ولی بعضی وقتا میتونه پیش اینا باشه، این آرمانستندا باشه. خب باید من بنده خدا باید همه جا رو بگردم. خب اینجاست؟ نه اینجا هم نیست. اینجا باشه امیدوارم. پس این آرمانستندا هم نیش. خب اتاق شیشه باید یکم خوب بگردم. چرا میرم توی هر اتاقی نمیای؟ خب اینجا فرش داره بچه‌ها و بریم 8 که هیچ چیزی نداره، کلن هیچ چیزی نداره. میتونه توی اینا هم باشه ها. 1 2 بچه ولی اتاق 7 خوب زیر تخته یه چست دیدم انگار. بذار بعدم بریم اتاق 7. اتاق 9 از اتاق 7 هم بزرگتره. خب و این 10 در نداره. ای بابا بچه 10 باگ خورده. باسین یه لحظه الان داشته باید همه اتاقا باز باشن. آها اینطوری باید بگن. بذار بریم اتاق 7. اتاق 7 اینجاست. نگاه کنین میتونم بخوابم تازه بعدن. خب بذار فعلا بچه تختو کندم کامل. اوه این اسپانرشون هم دارم. خب بریم. وای نمیتونم اینو بذارم ولی خب بذار نمیذاری که خب ایوی نداره. تختو میذاری مثلا اینجا. خب حالا با شمارش من 3 2 1 خب در رو میبندیم بچه ها. حالا میریم خونه. مثلا هوا شب شد بچه ها و الان هیچی نمیتونه بزنتمون. همه زامبیا باید با فشار بیان و بذار بخوابم بچه ها. من میخوام بخوابم ولی توی بازی صدای خوبی انگار نمیاد. انگار نه اصلا نمیاد. ولی خونه خیلی قشنگه ها. نگاه کن. باید بریم قبرستون. بچه من یه لازم نگم رفی کرمینا میام که فهمیدم اینجا اصلا نمیشن. قبرستون و این احمق اینجاست. باید یه قبر بکنم. البته برای مثلا هست میتونم توی هتل و اینجا تله بزنم دیگه. نمیتونم تبزن هر جا که از این پیتزا باشه. بیا اینجا. خب یا بسم الله. برو وای بچه ها برو. قلبم داره میاد تو دهنم. وای خیلی بده بچه ها. الان دیگه راحت هست. خیلی بچه ها واقعا بده. باید کلی قلب بکنم تا بتونم یک کلید در بیارم. خب واسم اونجا یه دونه کلید بود که اونجا ولی فکر نکنم مال بازمون باشه. خب این یه نشونه است. حالا بذار اینم حذف بکنیم. خب داشتیم کردیم.
بذار شاید اینجا باشه. تو این قبره نیست و رسیدیم به بدراک. یه قبر رو تبدیل به پله کردم ولی توش جنازه ندیدم. اینجا هم نیست. واقعا چرا داریم یه قبر میکنیم؟ منطق بازی ماینکرافت. اوه فکر کنم کلیدش اینجا باشه ها. واسین یه لحظه. ولی بچه شاید بگین که دارین ما رو خر میکنی اینا، ولی این کلیده. ولی تو این بازی خیلی از قبرهای کلید هست. مثلا اینجا بود که توش کلید دیدیم، اون مال گاف صندوق است، یا اونم برای اون گاف صندوق است که کلیدا توش. من کلید اون هتل اون برمون و اینجا هم مال اونجا بود ولی من اون انتخاب کردم. کلا 3 تا کلید داره اون. چه جالب. اوه اینجاست. داره وقتم تموم شه. اوه این یکی اسکلت داره ولی بقیه‌شون ندارن. خب بچه ها وقتشه که اینو اسپام بکنیم. بذار یه نونم بخورم قبلش برد بریم. وایسین گلزه. این ژله ها من فکر کنم موثره کردن. خب دید این دقیقا پشت دره میخواد منو باز کنم. خب این خونه رو میزنیم و راحت و آسوده رفیقمان را آزاد میکنیم. خب بچه ها ممنونم تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. لایک هم که یادتون فراموشتون نشین. بازی بازم نسخه داره که اونم میتونم واسه تون بذارم. و رفیقمونم آزاد کردیم و رفیقمونم آزاد کردیم. هورا هورا و خدافظ.